از آن جمله چهره که برای ما و شما آشکار و واضح شد، این همی طاغوت وطن ما و شما هستید که این به بعضی از سخنرانی هاش گویا که مثال بعضی ها نوشته میکنن که همی رحمانوف گویا که 5-6 بار از مردم مظلوم فلسطین دفاع کرده باشه و گویا که دیگه همه حادثه را محکوم کرده باشه. و الحمدلله چیز برای ما آشکار و واضح است که رحمانوف کی است، دیگه چی میخواهد و چرا این سخنها را میگه. الحمدلله به فضل الله این گپا برای ما معلوم است، اما این گپا برای بعضی ها معلوم نیست. برای اسلامی بنام کشورهای اسلامی حکومت میکنن و الله قسم است یا همش طاغوت هستند و اینها مزدورای یهود و نصارا هستند.